میدونستید خوردن بیش از حد 2 تا از این آبنبات‌های ژاپنی که تازگی هم تو ایران ترند شده میتونه شما رو تا دروازه مرگ ببره؟ این آبنبات‌های گوگلی که ترکیبی از قرص نعنا و اسانس لیمویی هستن محصول عزیزان چشم بادومیه که جدیداً تو بعضی از پیجای داغون آموزش نوشیدنی و بعضی کافی شاپ‌ها باهاش کوکتل و این چیزا میسازن. جالبه بدونید که این مدل قرص‌ها یا آبنبات‌های خوشبو کننده دهان که معمولاً یه حس سردی به دهن میده بر پایه اسید ساخته میشن و برای اون دسته از عزیزانی که رفلاکس معده یا مشکلات گوارشی دارن اصلاً توصیه نمیشه و از اون بدتر مصرف این عزیز دل با چای نوشابه‌های گازداره که میتونه شما رو دچار خونریزی معده بکنه و حتی تا پای مرگ هم ببره. بعد شما مشاهده میکنید که عزیزان فیلسوف اینو با اسپرایت ترکیب میکنن و اسمشو میذارن بمب ژاپنی. نه عمو جان، نه تنها این بلکه ترکیب هایپو اسپرسو یا کوکاکولا و نسکافه هم چیزی جز حماقت نیست. به اینا نمیگن نوشیدنی ترکیبی. حالا شما بگید خطرناکترین خوراکی ترکیبی که خورید انصافا چی بوده؟